خب سلام بچه ها، چطوری؟ چه خبر؟ قرار شام کنیم بچه ها. امروز اومدیم با اتچمنت 10 گانه برتر مولتی این سیزن که گانه خوبی هن، یعنی قشنگ میتونی رنگ رو باش لجند کنی توی یه روز، حالا یه روز دو روز، ولی زود میتونی لجند کنی. خب بچه ها شروع کنیم. گانه اولمون دیارش گانه خیلی خوبیه، دوشات بعضی وقتا تنه سه شات دو الا سه شاته، پایین تنم 3 الا 4 شات نسبت به فاصله ای که میزنی. بعد حالا یکم این هم اتچمنتشو بردارید، میتونی اسکرین شات بگیرید یا همین الان بزنید توی گوشیتون. خب بچه این هم اتچمنت لوکاسه. من چون زیاد با لوکاس کار نمی کنم تو موتی لوکاس هم زیاد نمیتونم درست باش کار کنم. بعد لوکاس هم گانه خوبیه، اگه استایک میزنید گانه لوکاس به نظر میاد گانه خوبیه که میتونید بردارید، ولی من بیشتر دیه رو استفاده میکنم، دیه رو بهتون پیشنهاد میکنم. حالا لوکاس هم گذاشتم برای کسایی که لوکاس کار میکنن، بیشتر با لوکاس بازی میکنن، این هم گذاشتم برای اون افراد. بچه ها یکم جلوتر اتچمنتش رو براتون میذارم که ببینید چطوری هست. حالا برید خودتون هم یه تست کنید، اگه دوست داشتید بذارید، اگه دوست داشتید هم بردارید. ولی هیپ فایرش با این استاک لوکاس میتونید هیپ فایر خوبی بزنید، هیپ فایراتون میخوره که البته زیاد در اون هم هیپ فایر رو دور نمیخوره، ولی خوبه. اینا اتچمنتش که خلاصه استفاده کنید اگه دوست داشتید. خب گانه بعدیمون گانه اودن هستش که گانه خیلی خوبیه، خوب میزنه. حالا من که خودم استفاده میکنم چون دو شات میکنه، ولی واقعا یکی از بهترین گان ها هستش که دو شات میکنه. به نظر من خوبه استفاده کنید، بردارید، به دردتون میخوره. خیلی هم گان مناسبی برای رنگ مولتیه، چون همه رو قشنگ میتونید باشه رو قشنگ میزنید پاره میکنید. خلاصه گان خیلی خوبیه، دو شات میکنه. ناکنید الان اینجا دو شات کرد. حالا بریم دمیجش رو بهتون بگم. دمیجش نکنید از این فاصله 72 تا هد میده، 48 فکر کنم تنه، 48 پا. خلاصه گان خوبیه، میتونی برای میرم اتچمنتش برای استفاده کنید اگه دوست داشتید. گان بعدی گان DLQ هستش که من DLQ واقعا خیلی بیشتر بهتون پیشنهاد کنم از لوکاس. فقط خودتون نگاه کنید چه جوری میزنه. واقعا حالا یکم پینگ هم ضعیفه، دیرتر تیران جسته میشه. نگاه کنید درصد وانشاتی اصلا بالا و گانای خوبی هم میتونید استفاده کنید. فقط درصد زدنشون رو کنید، اصلا دمیج نمیده. کلا دمیج هم بده کم پیش میاد دمیج، مگر اینکه اونم به پا بزنید. اینجا هیچ شات و هیپ فایر هیچ شات. حالا برید استفاده کنید دیگه رو. به نظر من اگه بردارید خیلی مناسب تر براتون، چون بیشتر به کار میاد. دیگه رو بیشتر دیگم استفاده کنم. حالا دیگه اینجا هم دمیجشه. بریم سراغ کنم بعدی. اینم اسکرین شات بگیرید دیگه رو براتون میذارم. اتچمنتش 2 ثانیه دیگه خیلی خوبیه، بردارید استفاده کنید. حتما حتی یه زیاد اتچمنتش تغییر نکنه، اصلا بد نیست. دیگه تمام اتچمنت قبلی خوبم میزنه تو هر سیزن. حالا بریم سراغ کنم بعدی کار تایپ 19. خب بچه ها استفاده کنید دیگه، گان خوبیه چون خوب میزنه. چون حالا دستگرمی بودی این میتیکش رو داشته باشی، میتیکش خیلی خوب تر میزنه، چون ایم داره، ایمش راحت تره. با ایم بزنی خیلی راحت تره تا اینکه بدون ایم باشه. این دمیجش هم ببینیم. خب این هم دمیجش نمه هید 40 خورده، پایین تنه 28 هم که هم 28. خب حالا بریم نکنیم دیگه. پینگم ضعیف دیرتر جسته میشه. اینم تیره
نقشه رو خوب میزنم خدایی. اگه بخوام تایپ 19 رو بخوام اینجوری بزنم خوب میزنم تایپ 19. یه باید دقت بخواد دیگه. حالا نظر من اینو برداری خوبه، بعد میگم خوب میزنم. یه اتچمنتش برداری، اتچمنتشو خوبه. حالا میریم سراغ گان بعدی. این گان به نظر من توی دوئلا بیشتر استفاده میشه، چون تو دوئلا من خودم هم اکثرا تو دوئل استفاده میکنم. این گان CBR4 رو من چون تو دوئلا نمیدونم، حالا اکثرا میتونید توی رنگ هم استفاده کنید. رنگ هم خوب باش بزنید خیلی خوب، خیلی خوبه. تو رنگ خوب میزنه، ناخوی انمی‌ها رو رنده میکنه واقعا. این گان CBR4 به نظر من گان خیلی حقیه، خوب میزنه. بردارید اتچمنتش، حالا یکم جلوتر براتون گذاشتم. بریم دمیج شما رو میریم الان تست کنیم. ناکنید خدایی خوب میزنه خدا وکیل. بریم دمیجش رو ببینید خودتون. ناکنید دمیج هدش حدود 90 خورده خدا وکیلی خوب میزنه. دمیجش خوبه نسبت به این. حالا بریم سراغ گان بعدی. اینم اتچمنتش رو برد استفاده کنید. گان خیلی حقیه. حالا گان بعدی، این گان گانی سوز 15 خدایی خوب میزنه. من خودم اپی 15 زیاد استفاده میکنم توی رنگ. این سیزن خدا وکیلی گان خیلی خوبه. من رفتم تست کردم، خیلی خوب بود، واقعا خوب میزنه. این که بهترین گانه بود که بتونم میتونستم بردارم. انمی‌ها خوب میزنه، دمیجش خوبه، تو رنجای دور بد نمیزنه، رنج فاصله دور خوب میزنه نسبت به گانای دیگه. اینا از چهرش هم کنم، تستش هم کنید، دمیجش رو ببینید، دمیج رو ببینید چقدر دمیج میده، چقدر دمیج میده. حالا گانه خوبی هست، میتونید اگه خوب باش بزنید واقعا گانه خیلی خوبیه. یعنی همه این گانه ها قورت میده. من اتچمنتش رو بردارید، خوب میزنه، خیلی خوب میزنه. گان بعدی گان سویچ بلیت هستش یا همون X9 گانه خیلی خوبیه. اگه مدیکش رو داشته باشید که دیگه خدایی خیلی خوبه مدیکش. من یکی از دوستان داره، یکی از بچه فرنوم داره، خیلی خوبه. بعضی موقع میرم با اون بازی میکنم، واقعا خیلی خوب میزنه سویچ بلیت. اینم از این چه خوب رن نمیکنه، برای یکم لرزشش زیاده. لرزشش هم عادیه برای این گان، عادی است چیزش لرزشش. ناکنه خوب میزنه خدایی. فقط خشابش چون با تیرای یکم تیراش بیشتر تیر میخواد تا انمیو بندازه، ولی به نظرم اینم تو دوئلا استفاده میشه. تو رنگ هم اگه میخواید بیاید تو زمینه کوچیک اینو بردارید، تو زمینه بزرگ مثل فایر رنج اینا رو بر ندارید. اینم از اتچمنتش بردارید استفاده کنید، خیلی خوبه. حالا بریم سراغ گان بعدی، گانی که من واقعا همیشه برمیدارم تو رنگ، گان فنک هستش که انمی ها رو واقعا رنده، یعنی از همه گانا بهتره به نظر من. واقعا نگاه کن، خودتون شاهد باشید. حالا این اتچمنت این گان جدیده که اومدم اونو براتون میذارم. حالا همین خودم باز نشده برام، فکر کنم امروز باز شه. درست که این ویدیو رو دارم میگم فکر کنم باز شه برام. اینقدر بازی زیاد چون نمیکنم بازی طول میشه باز شه. حالا بریم دمیجش رو نگاه کنید. این هم اتچمنتشه، رو استفاده کنید واقعا خوبه. گانه ولی گانه که 117 هستش. به نظر من اگه تو زمینه بزرگ افتادید و خواستید راه دور مثلا کمپ کنید، راه دور بزنید، به نظرم 117 واقعا گانه خوبیه. میتونید یکی اتچمنت رو رها کنید که خودتون دوست دارید، میتونید بردارید، ایم براش بذارید، ایم بذارید واقعا خوب میزنه.
من خودم بعضی بیشتر اوقات با ایم میزنم، چون تو زمینه بزرگ ایم 117 این اپیکه شکم من احساس نمی‌کنم خوب باشه، چون یکم صافه، احساس کنم ایمش صافه، ولی کار خوبیه، هم تو مولتی جواب هم تو بتل واقعا خوب میزنه، به معنی واقعی عالی میزنه. من خوب میتونم باش کنم نسبت به بازی شما داریم، نسبت به دیوایس شما داریم. اگه مثلا دیوایس گوشی باشه تو گوشی ها خوب میزنه، اگه گوشیتون لگ نخوره واقعا یه گانه خیلی خوبه، میتونید ازش استفاده کنید. من گوشی رو عوض کردم ولی تو گوشی قبلی بر نمیداشتم، چون گوشی لگ میخورد وسط یه بود، مثلا یه دفعه تو مولتی بودی یه دفعه لگ میخورد یارو میزد. حالا اینجا یه شاتگان براتون آوردم، شاتگان کیارم هستش که شات درست بزنید بدون اسکوپ این فایر وانشات میکنه، فست اسکوپ هم که بزنید احتمال وانشات زیاده نسبت به دقتتونه. من حالا با شاتگان توی رنگ زیاد استفاده نمی کنم، بیشتر تو دوئل ها، مثلا دوئل میریم دوئل شاتگانه یا مثلا کلا باز شاتگانه اونجا استفاده میکنم. تو بتل هم استفاده میکنم ولی کیارم نه، اچ اس فقط استفاده میکنم. خیلی مخلصیم، چاکریم، خدا نگهدار. این هم تشمیت کیارم.